پیغمبر خدا در روزهای آخری حیاتشان از سرگذراندن با شما بگویم. شب جمعه بود، روز پنجشنبه، شب جمعه، تا همون روز رسول اکرم نماز جماعت ترک نکردن. ببینید چقدر حضرت به نماز جماعت اهمیت میدادن، و نماز اهمیت میدادن. 11 روز، همگی 14 روز اگر بیماریشان طول کشیده باشد، 11 روز این حضرت از مسجد نموندن با همون حرارت بلند که پیشانیشان بسته بود. حتی حضرت عبدالله بن مسعود میگه دست در پیشانیشان میگذاشتیم، از روی همون اصابه‌ای که داشتن حرارت میگه خیلی بلند دستمون احساس میکرد حرارت تصفیهشان. با همون حال برآمده خوشا امام میشدن نماز جماعت میکنن. شب جمعه بود، خیلی بیماریشان شدت گرفت، حرارتشان خیلی بلند بود. یا وقت حضرت آواز اذان شنیدن، خوب بعد از آن با به خواب به حال خود شدن، بیدار شدن. یکی به حضرت عایشه و اهل خانواده که در اطرافش نشسته بودن سؤال کردن، گفتن اصل الناس، آیا مردم نماز خفتنشان خواندن؟ حضرت عایشه گفتم که نه یا رسول الله، اون منتظر بودن، همش منتظر برآمدن شما. تماشابینان عزیز، شرکت داروفرما با شما بهترین داروهای طبیعی را برای خرابشوی، فربه‌شوی، برآوردن ریش و موی سر، پروستاتیت خونیکی بدن، دوامناک کردن همخوابگی، زیاد کردن شهوت مرد و زن، کسلی‌های پوستی، بقایت کردن ایمونیته چه از کودکان چه از کلانسالان، درد تمام اعضای بدن و غیره را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد می‌کنند. ما را در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام با نام داروفرما می‌توانید که یابید و درباره هر یک داروی نامبر شده داروهایمان را تماشا کرده معلومات پورا گیرید. سراغ اینستاگرام در اپیسن این ویدیو است. برای فرمایش خوبترش در ایمو و واتساپ رقم‌های 901 281 1010 مراجعه کنید. برده رسانی طریق پشت به تمام شهرهای روسیه. همش منتظر برآمدن شما هستند که کمی برای امام مسجدشان که هستین نماز با آنها بخوانید. رسول اکرم گفتن تشت آب بیارید من وضو کنم. چشم آب آوردم، حضرت وضو کردم، گفتم منو بلند کنی تا اینکه مسجد برایم. بلندش کردم، یک چند قدم کشالا همون با تکیه حضرت علی و اشترای حضرت عباس فضل ابن عباس و قسم ابن عباس برای که در نیم راه حال حجره بیرون نشده، دلشان شورید و بیخود شد و در جا نشستن. گفتم برگردانی، آوردنش بایدم تکیهش دادم. خیلی با خود آمد، با همین سؤال کردن تا مردم نماز خفته رو خواندن. گفتن نه یا رسول الله، همه در مسجد منتظر خروج شما هستن، برآمدن شما هستن. حضرت هم با آب وضو گرفت، با آب وضو گرفتن، خلاصه 3 مراتبه حرکت کردن، تلاش کردن، برایم نتوانستن. نیم راه میرفتن دلشان بیخود میشد، از راه میگشتن. و بالاخره چی گفتن؟ مرو ابابکر فلیصلی بالناس، افرون برای ابوبکر باید که نمازی با مردم خواند در محراب من، امام مردم شود، امام مسجد شود، مردم نماز خواند. گفتن که حضرت عایشه مادر من بگرد، من گفتم یا رسول الله، ابوبکر رجل اسیف، یا آدم بسیار رقیق القلب، مثل با تلال مبارک خوش آب دیده و در محراب شما، در جای شما لا یقوم مقام استادن میتواند، شاید در اون محرابی که شما نشسته و استادن نتواند، شاید تکبیر شه به مردم شروع آنده نتواند، چه جای قرائتی. اما مقصد امام میگه حضرت عایشه همین بود که اگر پیغمبر خدا نکند و به همین بیماری قضا کنند، مردم از امامتی پدر من فالی بد میگیرن. بگن قدیم خوب نداشتن. همون روزی که در محراب مسجد امام شد رسول اکرم از دنیا رفتن. مقصد امام میگه همین بود که حضرت میگه این دفعه دماغشان گفتن این کن صواحب یوسف، شما مثل همون زنهای یوسف باری که یک روی کردن، یک روی میکنه. گفتن مرو ابوبکر فلیصلی با همین سفارش دادن. برای ابوبکر میرفتن نماز مردم میخوانن. از همون روزی گویا شب جمعه حضرت ابوبکر امامتی مسجد جانشینی پیغمبر خدا را در محراب به عهده گرفتن. نماز جمعه را همچنین روز شنبه، روز بازار تا سحر دوشنبه امام مسجد در حیات رسول اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بود. روز جمعه حضرت نتوانستن دیگه مسجد برآیند. مردم خیلی میدران در مسجد جمع میشدن، روزها شبها که رسول اکرم حالشان چی باشد. همیشه حضرت علی برآمد میپرسیدن که چه حال داره، سلامتیشان چگونه است.
روز شنبه بالاخره یک کمی حرارتشان پس شد، سبکی احساس کردم. با تکیه حضرت علی و فضل بن عباس و اینها حضرت برآمدند که حضرت ابوبکر صدیق نماز پیشین خوانده ایستادند. ببینید کشال کنام یک روز پیش از وفاتشون گویا حضرت برآوردن. وقتی که از ابوبکر دید که پیغمبر خدا از داخل مسجد در داشتن، حجری یا عایشه در داشتن، دیدن که آمده ایستاده است، آورده ایستاده شان، خواستن عقیب روند محراب خالی کنون، پیغمبر خدا رو محراب بشینن که حضرت اشاره کردن با دستشان که شما جاتون باشه و امر کردن حضرت علی را که مرد طرف چپ حضرت ابوبکر شیناندنشان و میگه پیغمبر خدا خود شد نماز خواندن. ابوبکر میگه اقتدا به رسول اکرم داشت و مردم اقتدا به ابوبکر داشتن، زیرا پیغمبر خدا 6 تا نماز میخوندن، دیگه طاقت قوت راست ایستادن نداشتن، نشسته نماز میخوندن و تکبیر پیغمبر خدا که صداشون خیلی ضعیف شده بود حضرت ابوبکر میگه به مردم میرسوندن. خوب وقتی که نماز خواندن حضرت بعد در باب مرگ خوش آمد به مردم گویا که یک تعزیه کردن، گفتن که بلغنی انکم تخافون من موت نبیکم و من خبر آمد که شما از مرگ پیغمبرتون ترسیده ایستاده. این سخن حضرت رسوندن که مردم نگرانند از سلامتی شما، از بیماری شما. این خبر به من رسید شما از مرگ من نگران هستید. چرا نگران میشید؟ گفتن هل خلد نبی قبل فاخلد فی الدنیا. گفتن آیا یگان پیغمبرای پیش از من در این دنیا جاوید موندن که من جاوید ببینم؟ بنابراین بداند گفتن که انی لاحق الی ربی و انی لاحق الی شما پروردگار خود نزد خدای خود خواهم رفت، شما هم بعد از من و من ملحق خواهید شد. بعد این حضرت با حجره در آمدند. روز بازار دیگه رسول اکرم مسجد برآمده توانستند. روز بازار چی کارها شد در حجره مبارک؟ پیغمبر خدا میگه در روز بازار حضرت عایشه مادرمان پرسیدن که یا عایشه کم بقیه انا فی بیتنا من مالی، در خانه من گفت که از مال دنیا چی چیز باقی میماند؟ هم بقیه عندی من مال دنیا. از که عایشه مادرمان گفتن که یا رسول الله همگی 7 دینار در خانه من هست. ببینید پیغمبر خدا از دنیا رفته ایستادن، 7 دینار همه تو به همگی است. حضرت گفتن که تصدقی بها. گفتن برو این 7 دینار هم با کمبغلا و فقرا صدقش گفتن. تو بعد این با حضرت با به حال خود شدن، اینو بهوش شدن. بعد چند لحظه بیان آمدن، بهوش آمدن با پرسیدن که گفتن برو این 7 دینار هم با کمبغلا و فقرا صدقش گفتن. تو بعد این با حضرت با به حال خود شدن، اینو بهوش شدن. بعد چند لحظه بیان آمدن، بهوش آمدن با پرسیدن که چیکار کردی؟ گفتن روش کنده ها را. حضرت عایشه گفتن شغلی بیمارد انسانی ان اتصدق بها. گفت یا رسول الله که بیماربینی که از شما دارم، خدمت شما دارم، این باعث شد که من فراموش کردم اون تنگه ها را صدقه کنم. یکی عباره میگه اشکای از چشم زیبای پیغمبر اشکاشون جاری شدن. گفتن کیف القا محمد ربه و فی بیته 7 دینار. گفتم من با خدا چگونه ملاقات میکنم حالا که در حجره من در خانه من 7 دینار از مال دنیاست. تصدقی بها با عام کردم برا گویش این رو صدقه کن در خانه گذار. از عایشه در حال دو من صدقه کردم. چند غلامی که داشتم همون روز همش آزاد کردم. خلاصی کلام از دنیا بری شدن، دیگه هیچی در بساطشون از مال دنیا نموند. حتی حضرت عایشه مادر میگه حتی همون شب بازار در خانه‌مون در چراغ خانه‌مون روغن نیافتیم که چراغ روشن کنیم. از خانه همسایه میگه آریت روغن گرفتیم برای چراغ خانه رو روشن کردن. خیر خلاصی کلام با میگه حضرت رسول اکرم زیره ها شونه. ببینید حتی زیره اسلحه های جنگی و پول بود، قیمت داشت، شمشیر و نیزه و تاسطولا همشه برای آدم بخشیدن، کمبغلا به صدقه کردن. خلاصه خودشون عاری از دنیا کردن. اون روز گذشت، روز دوشنبه بود، سحر وقتی بامداد حضرت انس روایت میکند نماز بامداد حضرت ابوبکر میگه امام بودن در محراب میخوندن میگه یه وقت میگه دریچه که حضرت عایشه به خانه به مسجد داشتن باز شده میکرد. دریچه رو پروی صحابه رو پروی مردم بود. دریچه رسول الله درشون از پهلو بود.
درشون از حولیشون بود. دریچه از حجره حضرت عایشه مادر می‌بود. یکی صحابه چشم نوغت دید که پیغمبر خدا از دریچه ظاهر شدن، در حالی که تبسم در لباشان بود. این تبسم شاید حضرت از این که اصحابش دیدن که با این نظم و نظم، با این جماعت مسجد نماز جماعتش رفته ایستاده خوشحال شدن از این که این دنیا هم که روم الحمدلله دین من انشاءالله باقی است، پایدار است. تبسم کردن صحابه اون قدر میگه از خوشحال بی خود شدن که قریب نمازشان خط کنن، قریب نمازشان رو ویران کنن که حضرت حضرت ابوبکر هم خواستن عقیب بیاین. شاید تصور کردن حضرت به شدن امید ببرن به نماز که حضرت با دست مبارک اشاره کردن که باشه اتم صلاتتون نمازتون رو بکنن تمام کنید و همین دریچه رو پوشیدن. این آخرین نگاهی بود که رسول اکرم به اصحابشان داشتن. بعد از این افتاب که برآمد پیغمبر خدا میگه بنابراین حضرت نمازاشو رو در این 3 روز در خانه خوندن. آخرین نمازی که بعد پیغمبر خدا گویا فرشد این بامداد بود که در خانه حضرتشان خواندن. افتاب که برآمد حضرت فاطمه را گفتن بیاید. حضرت فاطمه همسایه‌شان بودن در این جوار مسجد، اونا هم دریچه داشتن به مسجد. گفتن باید بشینن دیگه. آمدن رسول اکرم فاطمه را اونقدر دوست می‌داشتن، اونقدر احترام می‌کردن که در وقتی سالم بودن هر وقت فاطمه حضرت می در اومد حضرت از جاشون می‌خیست، استقبالش می‌رفتن پیشانش دستان می‌گرفتن بیاوردن در جای خشوعش می‌بردن. لیکن این دفعه اونقدر دیگه ضعیف بودم که حضرت هرچه حرکت کردن از چون بیرون حضرت فاطمه آمدن در پیش رسول اکرم به زانو شیشتن، پیشانی پدرشون بوسه کردن و رسول اکرم در گوش حضرت فاطمه یه چند سخنی گفتن. حضرت فاطمه میگه عایشه مادرمون حکایه داره که یکی از کسایی که شاهدایی که این روزها را مثلا شاهدش بود، شاهد زنده که این روزها را دید حضرت عایشه بودن، همیشه در پیغمبر خدا کنارشان بودن. این زمین و میگه بعد از دیدم که حضرت رسول اکرم گوشی فاطمه رو چیزی گفتن، فاطمه در لبای فاطمه در تبسم و لبخند پیدا شد، خوشحال شدن. باز دوباره گفتن دخترم گوشت به نزد من بیار. با یک گوشگی جگش کردن، این دفعه حضرت فاطمه تلخ گریان شدن. بعد از وفاتشون میگه حضرت فاطمه پرسیدن که فاطمه همونجا پیغمبر خدا اون سخن گوشگی به تو گفتن چی بود؟ یکی تبسم کرده، دیگرش گریان شده. گفت در اول تبسم به خاطر آن کردن که اولش به گریان شدن، دومش تبسم کردن. گفتن سخن اولش به خاطر آن گریان شدن که حضرت از مرگ خودشان خبر دادن. گفتن که دخترم این بیماری برای من مرض موت بود، بیماری مرگ من را باید از دنیا رحلت میکنم. بنابراین هیچ زن در دنیا شاید از تو مصیبت زده تر نباشد. یعنی تو پدر را از دست میتونی که سراج امت نبی امت هم. بنابراین هیچ کسی مثل تو شاید مصیبت زده تر نباشد. لیکن دخترم بدان که هیچ زنی هم از زنهای دنیا مانند تو اجر عظیم پاداش بزرگ در این مصیبت ندارد. اما لبخندم به خاطر آن بود که پیغمبر خدا با دوباره بر بیخ گوشم گفت که یا فاطمه بدان که اولین کسی که از خاندان من با من ملحق میشود و میرسد در عالم بعد جناب شما هستی فاطمه. از این خوشحال شدم که جدایی من با پدرم انشاءالله خدا طولانی نبود، دوری نبود، از زود به وصال پدرم میرسم. بنابراین لبخند در لبم پیدا شد. خوب است حضرت فاطمه رو با بشارت دادن که انت سیدت نساء العالمین، دخترم تو بانوی همه زنهای عالم هستی، تو سردار زنهای مثلا عالم در مسلمان اهل ایمان در بهشت هستی. بعد خود سال بود هستی امام حسین خشان 2 سال 10 سال بود هستی امام حسن همین 7 سال آورن حضرت هر کنانش بوسه کردن و سالی توصیه کردن که مدرهای ما رو خوب مواظب شیم باشه تو مهربونی کنی. بعد این پیغمبر خدا مدت بعد به کار خود شدم. حضرت عایشه مادرمان این طرف شکاری میکند. میگه در آغوش من پیغمبر خدا تکیه داشت، تکیه در آغوش من بود، حالت دادن جان، حالت محتضر سکراتش داشت. در پیش میگه یک تشتی آب بود، یک لبنگ آب بود، هر لحظه حضرت دستانو میگه در آب میدی داشته اون پیشا میکنه. چه حرارت بلند داشتن. میگفتن لا اله الا الله ان للموت سکرات. مرگ حتی سختی ها داشته است، مرگ سکرات سختی ها داشته است.
اللهم هون علی سکرات الموت. خدا بر من سختی های مرگ آسان کن. حضرت عایشه مادر ما روایت میکنند، میگن این من نعم الله علی، یکی از نعمت هایی که خداوند فقط به من این نعمت نصیب و روزگار دارید همین است که ان توفی رسول الله فی بیتی و فی یومی و بین نحری و سحری و ان یجمع بین ریقی و ریقی. یکی از نعمت های بزرگ خدا به من نصیب که همین که رسول اکرم میگه در حجره من و در روز نوبت خودم و بین گلو و پیش سینم در قفس سینم در آغوش من از دنیا رحلت کرد و آخرین لحظه حیات آب دهان من خدا با آب دهان وی و یک جایی کرد و حکایت کردن چخیل آب دهان حضرت با آب دهان عایشه یک جایی شد. او حضرت همون حالت یکون از در نمودن. این پیغمبر خدا سکرات از در موندنی که طولانی باشد نداشتن. یکی حضرت عبدالرحمن ابوبکر میگه برادر من از در آمد، حضرت عایشه عکاسشون درآمد، در دست من یک مسواک چوب بود. حضرت دیدن عبدالرحمن که دستش مسواک چوب و اون مسواک چوب به دقت نگاه کرده است دور دراز.